سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به اپیزود جدید رادیو چکیده. اینجا جایی که من سعی میکنم هر چیزی میبینم و میشنوم و حس میکنم به دردتون میخوره توی خلاصه ترین حالت در اختیارتون بذارم واسه اینکه شما هم بتونید از چیزهایی که من فکر میکنم مهمه استفاده کنید. یه اپیزود خیلی خفن داریم، یه اپیزود خیلی باحال داریم راجبه، اگه بخوام من بهش بگم بازی و سرگرمی، چون یه مقدار کم لطفی دارم میکنم در حقش. بیایید اسمشو بذارم یه اتفاق، راجبه یه اتفاق باحال و خفن به اسم شطرنج. البته تو این اپیزود من نیومدم آموزش شطرنج بدم، چون اصلا نه اونقدر توانایی دارم که بخوام آموزش بدم و هم این که خیلی آموزش های دیگه ای هست. یعنی شما همون تو یوتیوب یه سرچ بکنید کلی آموزش شطرنج هستش، اساتید اومدم آموزش دادم. ولی من اصلا تو اینجا میخوام راجع به این بگم که چون ببینید من اسم این اپیزودو گذاشتم شطرنج و دیگر هیچ دیگه. وقتی اینو میذاری یعنی خیلی حرف واسه زدن باید باشه پشتش. میخوام یعنی بهتون بگم که چرا اسم این اپیزود شطرنج و دیگر هیچه، چرا اینقدر شطرنج چیز خفنیه، چرا اصلا بهش میگن ورزش، چون ورزش فکر منظوره دیگه، بهش میگن ورزش. خیلی هم میگن اصلا شطرنج یعنی چی ورزشه، ولی واقعا ورزش فکره، پرورش فکره. میخوام راجع به این صحبت کنم مثلا از کجا اومده. خب زیاد کشش ندیم. ببینید من میخوام مثلا اول بگم که شطرنج از کجا اومده. خیلی‌ها به اشتباه این فکر رو میکنن که شطرنج از اروپا اومده، ولی خب نه، این فکر کاملا منسوخ شده است. شطرنج از هند باستان اومده، جایی که بهش در واقع میگفتن چاتورانگا یا همون چهار لشکر در واقع، که میشه عرابه، اسب، پیاده و فیل، چون دقیقا اون موقع هم فیل خیلی کاربرد داشته دیگه. و اصلا اون موقع در واقع یه نماد از یه نبرد بوده، یعنی یه زمین نظامی بوده واسه یه نوع چیدمان تاکتیکا و تاکتیکای جنگی از این استفاده میکردن. بعدش از در واقع از هند این موضوع میرسه به ایران که این مقدار معنای بیشتری پیدا میکنه. به این چاتورانگا در واقع شاه و وزیر هم اضافه میشن و تازه اسمش میشه چترنگ. شطرنج هم نه، بعد از اون تازه میشه شطرنج، اسم اونجا میشه چترنگ. و بعد از ایران در واقع به اعراب میرسه و با فتح اروپا، بعد از اینکه اروپا در واقع اسپانیا رو فتح میکنن، با فتح اسپانیا این بازی به اروپا میرسه و اونجا این قوانین امروزی توش در واقع پدیدار میشن به اصطلاح، که توش فیل و وزیر، فیل و رخ خیلی آزادتر میشن، وزیر قوی‌تر میشه، قوانین امروز توش چیده میشه دیگه در واقع. و این که میشه این شطرنجی که ما میشناسیم. ولی کماکان با تمام این تغییراتی که توش اتفاق میافتاد، اون فلسفه اصلی شرق رو داشت، یعنی صبر و سکوت که کلا از شرق میاد، توش کاملا ادامه دار و جاری بود و ادامه دار شد. بعد از اینکه حالا راجع به اصلا فلسفه وجود اومدن شطرنج گفتیم، میخوام راجع به مپ شطرنج صحبت کنم واسهتون، اون نقشه 8x8 سیاه و سفیدش. ببینید شطرنج در واقع از نظر من، شطرنج ما اون سیاه و سفیدش رو میتونیم عملا دو قطب ذهنی در نظر بگیریم. سیاه و سفید، ناامیدی و به اصطلاح امیدواری، هیجان و صبر و شکیبایی، یعنی قشنگ دو قطب مخالف هم دیگه، که ما هر تصمیمی هم تو این بازی میگیریم دقیقاً بین همین دوتاست. و اینکه خیلی مهمه که تو توی هر لحظه چه تصمیمی میگیری. چرا؟ چون که توی شطرنج تمام تصمیماتی که میگیری و با خودت تا آخر بازی داری. یه جمله خیلی قشنگ از تو شطرنج میگه شطرنج بازیه که توش وقتی اشتباه میکنی نمیتونی اشتباهتو پاک کنی، نمیتونی اشتباهتو توجیه کنی، باید با اشتباهت زندگی کنی. دقیقاً مثل زندگی واقعی، تو وقتی اشتباه میکنی نمیتونی حذفش کنی، باید باش کنار بیای، حالا یا در صدد جبرانش بر بیای یا با همون مسیر بخوای به همون حالت استایل بخوای به مسیرت ادامه بدی. و البته یه نکته مهمی که تو شطرنج هست، همیشه امید هست. چرا؟ چون حتی اگه تو اشتباه کنی، تا وقتی که شاه تو دستگیر نشده میتونی ادامه بدی. و حتی من تو خیلی بازی‌ها دیدم که شاه تک میمونه، حریف کلی مهره داره و حتی باز خودم هم پیش اومده، یعنی با حریفی بازی کردم که همه مهرهاشو زدم، یا برعکس با حریفی بازی کردم همه مهرهامو زده، با یه تک شاه مساوی گرفتم ازش، که تو اون حالت به نظرم دقیقاً همون امیدوار بودن است.
بعد از این مورد اصلا خود فلسفه مهره های شطرنج راجبش صحبت کنیم که به نظرم اونم خیلی خفنیه. شاه که خیلی مشخصه، خب عملا گاد بازیه، خدای بازیه و اینکه نمیمیره هیچ وقت، نهایتا دستگیر میشه و تا وقتی که اون دستگیر نشده تو امید داری. دقیقا همین چیزی که گفتم. بعد از خدای بازی این به ترتیب دقیقا دارم میرم جلو، میرسیم به وزیر که ما البته میگیم وزیر یا همون کوینه که در واقع توی قرون وسطایی زمان اروپا به شدت قدرت گرفته بودن زنان و اومدن یه دونه مهره به اسم کوین گذاشتن که اونم به شدت قدرتمنده، به تمام جهات میتونه حرکت کنه و اگه کوینتون زده بشه تو بازی خیلی احتمال باخت میره بالا، ولی باز هم امید هست. بعد از کوین میرسیم به نظرم جالب ترین مهره که توی شطرنج هست یا همون فیل. چرا جالب؟ ببینید ما چیزی که بهش میگیم فیل از هند باستان اومده در واقع، ولی تو اروپا بهش میگن بیشاپ یا همون اسقف اعظم، نماد دینه، زاویه دید متفاوت. ببینید اتفاقی که میفته هیچ وقت فیل نمیتونه مستقیم ضربه بزنه دیگه، همون جوری که توی قرون وسطا اسقف‌های اعظم یا همون نمادهای مذهبشون نمی اومدن با شمشیر و چاقو یکی رو بکشن، به کمک افراد دیگه این کار رو انجام میدادن. یعنی یا حالا یه گروهکی رو میفرستادن واسه کشتن آدما یا اجیر میکردن، خودشون هیچ وقت دستشون رو به خون آلوده نمیکردن. دقیقاً مثل فیل هم مستقیم نمیتونه بزنه، کاملا ضربدری حرکت میکنه. بعد از اون میرسیم به اسب. باز البته ما بهش میگیم اسب، میشه همون شوالیه یا نایت که تو وهله اول دقیقاً خصیصه اسبو داره، نمیتونه هیچی جلوشو بگیره، میپره و حرکاتش کاملا غیر قابل پیش بینیه و به شدت قدرتمنده و واقعا تاثیرگذاره تو بازی. بعد از نایت میرسیم به رخ یا همون روک که نماد ارتشه، کاملا مستقیم حرکت میکنه، مسیرش مشخصه چون عقب بهش دیکته شده، تو باید بجنگی و در واقع دلاوری کنی و توی اون صف قدرت هم دقیقاً توی چپ و راست، یعنی انتهاشون قرار گرفته واسه محافظت، دقیقاً به نماد جنگ واقعی. و جلوی همه اینا پیاده نظامایی هستن که اکثرا فدا میشن و ارزش پایینی دارن، ولی تنها مهره‌ای هستن توی بازی که میتونن لول آپ بشن و تبدیل به وزیر یا همون کوین بشن، البته با صبر و شکیبایی. خیلی موضوع مهمه، یعنی بی ارزش ترین مهره بازی میتونه به با ارزش ترین مهره بازی تبدیل شه، چون گفتم شاه که گاده، یعنی خدای بازیه، بعد از اون میشه وزیر. این سرباز میتونه وزیر بشه که البته واسه وزیر شدن هم باز نیاز به حمایت داره، حمایت مهره های دیگه، که این دقیقا مثل همون حکومتی که زمان قرون وسطا بود، یعنی خیلی عین واقعیت این بازی. مورد بعدی که توی شطرنج هستش، میخوام راجع به غرور بابت شطرنج واسهتون صحبت کنم، چون گفتم خیلی کلا زندگیه دیگه شطرنج، یعنی شطرنج رو یاد میده عملا زندگی کنه. ببینید شما عملا وقتی با غرور شطرنج بازی کنید به احتمال 70% به بالا میبازید. چون چرا اصلا جمله اشتباهی. چرا؟ چون که شطرنج قطعا وقتی شما با غرور بازی کنید سعی میکنه انتقامش رو از شما بگیره. وقتی که شما با غرور بازی میکنید یعنی استاد بزرگ بره اصلا با کسی که 10 دست شطرنج بازی کرده بره بازی کنه، کافیه با یک حرکت اشتباه، یک بار دست کم گرفتن حریف، با 3 حرکت آینده، 2 حرکت آینده که شمات بشه. برای خودم که به کرات پیش اومده، میگم برای استاد بزرگا هم پیش اومده و یکی از مهمترین موضوعایی که موقعی بازی شطرنج داری اینه که شما قبل بازی شطرنج غرورتو بذاری قبل بازی، یعنی بذاری بیرون، حالا بیای بازی رو کنی، رفتنی بازی تموم شد میتونی غرورتو برداری، ولی با غرور وارد شطرنج نشو. چون با غرور بازی کنی، این آمار رسمیه ها، یعنی سرچ کنید هم به همین میرسین، 70% بازی‌ها رو میبازید. کاملا باید در اوج به اصطلاح فروتنی وارد بازی بشین. یه مورد دیگه که شطرنج داره و خیلی شبیه زندگی واقعیه، شطرنج بازیه که به شما یاد میده عملا صبر داشته باشین، قبل هر حرکتتون فکر کنید و سکوت کنید. دقیقاً چیزی که ما تو دنیای امروزی بهش نیاز داریم. چرا؟ چون اصلا صبر نداریم، تو همه چی عجولیم،
فکر نمی کنیم قبل از حرکاتمون، سکوت که اصلا نمی کنیم، یعنی مدام داریم صحبت میکنیم بدون فکر کردن. و جایی که به نظر ما یاد بگیریم ما قبل از هر حرکتمون فکر بکنیم، ما یاد بگیریم زندگی کنیم. زندگی واقعا حداقل این یه مورد رو نیاز داره که قبل از هر حرکت فکر باید کرد. و خودم خیلی وقتا این کار نمی‌کنم و اکثرا هم آسیب می‌بینم بابت این مسئله که یادم میره قبل از حرکاتم فکر کنم، بخوام یکم تأمل کنم، سکوت کنم. اکثرا داریم صحبت می‌کنیم، گله می‌کنیم، شکایت می‌کنیم بدون اینکه لحظه‌ای درنگ تأمل و سکوت داشته باشیم. این موضوع شطرنج هم خیلی جالبه، یعنی عملا هم بهمون یاد میده غرور نداشته باشیم، فکر و صبر و تحمل داشته باشیم و تأمل البته. و این نکته هم باز لازم به ذکر میدم بهتون بگم، خیلی باحاله. یه دونه اسطوره داره شطرنج اسمش میخائیل تاله، به جادوگر ریگا معروفه. این استاد میومد چیکار میکرد؟ استاد البته نه به اون معنای استاد حالت تمسخر، واقعا استاد گرند مستره. میومد چیکار میکرد؟ واسه ایشون اصلا مهره ها مهم نبودن. یعنی شما میدیدید وسط بازی یه دفعه وزیرشو میبرد تو دل یه سرباز که خب تو حرکت اول مثلا میگم این چه کاریه، مثلا واسه چی داری این کارو انجام میدی؟ ولی تا 2-3 حرکت آینده مات میشد حریف مقابل. و این موضوع منو باز خیلی یاد خیام انداخت که دقیقاً توی اشعار خیام مدام این مورد گفته شده که شما سعی کنید تو لحظه زندگی کنید و لحظه رو از دست ندید. من خودم خیلی به خیام ارادت دارم و به نظرم خیام شاعر ریاضیه، چون حالا جدا از اینکه ریاضیدان بود خیلی تو شعراش هم از ریاضی استفاده کرده دیگه، 4 و 7 و اینجور موارد که تو اپیزود یکم من یه مقدار راجع به خیام صحبت کردم، ولی قطعا یه اپیزود خیلی درست حسابی راجع به خیام میدم به علت ارادتی که بهش دارم. و به نظرم میخائیل تال هم شاعر شطرنجه. این اسمو حتما یادتون باشه، میخائیل تال، و برید یه سری در واقع تورنمنت هایی که شرکت کرده رو ببینید، مسابقات رو ببینید چی کار کرده، چی جوری شعر سروده واقعا وسط بازی شطرنج. از دست ندید به نظرم میخائیل تال. و من بخوام نهایتا این مواردی که بهتون گفتم رو جمع بندی کنم، ببینید شطرنج از هند باستان اومد به ایران رسید، از ایران وارد اروپا شد و اینکه به این شکل امروزی در اومد. و شطرنج نکات خیلی مهم میگفتم به ما یاد میده صبر کنیم، غرور نداشته باشیم، ناامید نشیم، تا لحظه آخر میتونیم امید داشته باشیم. و موردی که دیگه این خیلی مشخصه، شطرنج به ما یاد میده که در نهایت بتونیم پیش بینی کنیم با اون فکر قبل از صحبت کردن یا کاری رو انجام دادن، اون فکری که میکنیم باعث میشه بتونیم حرکات بعدی رو پیش بینی کنیم. یعنی مهمترین المان شطرنجه. بر فرض مثلا اون میخائیل تالی که بهتون گفتم معمولا تا 4 حرکت بعد حریف رو میدید، یا خیلی استاد بزرگا همین الان تا 5 یا 6 حرکت بعدی حریف رو میبینن، یعنی میتونن پیش بینی کنن. شطرنج خیلی به ما خوب میتونه یاد بده که حرکات بعدی رقبامون رو پیش بینی کنیم. بهمون یاد میده تو دل آشوب آرامش داشته باشیم. یعنی تو زمانی که همه چی اصلا، ببینید واقعا شما اگه شطرنج رو تصور کنید یه بازی، یعنی یه نبرده، حالتی پیش میاد که همه با هم، همه مهرهاتون فیس تو فیسن، یعنی با یه حرکت میتونن درگیری شکل بگیره کامل. تو اون حالت به شما یاد میده باز هم صبر کنید، حوصله داشته باشین، فکر کنید و بعد حرکت کنید، چون واقعا با یه حرکت اشتباه میتونید ببازید به سادگی. و اینکه خلاصه که شطرنج رو نباید بازی کرد، شطرنج رو باید زندگی کرد. امیدوارم این اپیزود به دردتون خورده باشه. سعی کردم موارد خیلی مهم راجع به شطرنج رو بگم، باز از دیدگاه خودم. خیلی بازی خفنیه، شده یه دست بازی کنید، به شدت اعتیاد آوره، اعتیادش هم توصیه میکنم چون زندگی کردن رو بهمون یاد میده. خیلی ممنون که با من همراه بودین تو این اپیزود. قربون چشای قشنگتون بشم و با لایک و کامنت و سابسکرایب ما رو حمایت کنید، بنده حقی رو. من محمد امین هستم، اینجا رادیو چکیده است و تا درود دیگر بدرود.